آمادگی برای قبول بازی دور سوم مرحله گروهی چمپیونات جهانی میان تیم‌های یکچینی تاجیکستان و بورکینافاسو هنوز چند ساعت پیش از آغاز رقابت در سطح عالی بود. نفر تکنیک‌های معاصر نواربرداری را مورد سنجش قرار می‌داد و مسئولان دیگر علاقه پرچم دسته‌های اشتراکچی بازی را آماده می‌کردند. در میدان دیگری کناری زیر مناره نزد ورزشگاه بین‌المللی خلیفه باشد با آغاز رقابت میان تیم‌های ملی ازبکستان و پاناما فرصت‌های به شمار مانده بود. در حالی که آن طرف میدان هر نفری مسئول همکاری خود را میکرد و فوتبال بازان ازبک مشغول تمرین‌های پیش از بازی بودند، علاقه فرصتی بازی هم میان این دو دسته فرا رسید. سر از فرصت‌های نخستی آغاز بازی، سطح مخلصی طرفداران همسایه کشور همگی را به وجد می آورد. همزمان بازیگران تیم ملی بورکینافاسو و حریفانشان هم چند پس به میدان آمده به تمرین‌های آخرین پیش از بازی پرداختند. پس از انجام فرصت‌های معین شده تمرینی، بالاخره فوتبال بازان تیم‌های ملی تاجیکستان و بورکینافاسو برای انجام بازی دور سوم مرحله گروهی دیگر باره به مرکز میدان شتافتند. این رقابت هم مثل دو بازی پیشین برای بازیگران ما با فشارهای پیوسته رقیبان شروع شد و بچه‌های تاجیک را جز زحمت‌های سنگین در خط دفاع کاری دیگری نبود. اصلا در نیمه اول رقابت هرچند که بیشتر افریقاییان در خط حمله فعال بودند، دروازه‌بان ما ابوبکر رحمانقلوف حتی توانست که در فرصت‌های ایلاوگی نیمه اول بازی صد راه گلزنی حریفان نظر به پنالتی شود. نیمه اول رقابت با همین کشمکش‌ها در نیمه میدانی بچه‌های ما و بدون گشودن حساب پایان یافت. در نیمه دوم رقابت باشد فشارهای بازیگران تیم ملی بورکینافاسو وابسته به ضعیف شدن حالت جسمانی بچه‌های تاجیک بیشتر می‌گردید و شماره خطرها نزد دروازه ابوبکر رحمانقلوف هم زیادتر می‌شد. در حالی که بچه‌های ما فقط در خط دفاع فعالی خاص نشان می‌دادند، در میدان کناری باشد تیم ملی ازبکستان گل‌ها را به دروازه پاناما یکی از پس دیگری وارد می‌نمود. ولی وابسته به آنی که هجوم افریقاییان مدام بیشتر میشد و خط دفاعی ما ضعیفتر میگردید، بالاخره دسته افریقایی بهر زدن یک ضربه دیگری پنالتی امکان زیر دست آورد و این مورد باشد دروازه‌بان ما هم کاری کردن نتوانست. مدامی که ما علاقه گل نوبتی در جام جهانی از دروازه بیرون میکردیم، شماره گل‌های بازیگران ازبک و دروازه رقیبان علاقه به 6 عدد رسید، ولی در بازی با اشتراک تیم ما باشد رقیبان در گلزنی دیگر باره توانستند موفق شوند. ما خیلی تیاری دیده بودیم برای همین مسابقه، برای همین جام جهان. این خوب شد ما هم جام جهان در اشتراک کردیم، یا تجربه کلان برای آینده ما. خیلی ما از دست آمادگی را کردیم برای مخلصان خودمان یگام رزولتات خوب نشان دادیم. از همه مردم تاجیک، از همه مخلصان فوتبال بخش می‌پرسیم. غمگینم زیرا در این مسابقه یگان حال گرفتن نتوانستیم. بچه‌های ما کلی تلاش‌ها را کردند، ولی عین حال سطح این مسابقه برای دسته ما نهایت بلند است. احتمالاً در آینده بچه‌های ما با وجود تکمیل دادن مهارت خویش بتوانند تاجیکستان را در سطح بهتری معرفی نمایند، ولی عین حال با چنین رنگ گرفتن کار این برایمان غیر امکان است. More like this is impossible for us.